بخش پایانی برنامه گلبانک خوش آمد میگم که بخش مهاجر هست و امیدوار هستم که از داشته های برنامه امروزمان مستفید شده باشین و چیزی آموخته باشین و امیدوار هستم که داشته های برنامه امروز ما طبق میل شما پیش رفته باشه. در این بخش برنامه دوستان عزیز محمد قیس ملکزاده که از خط اسکایپ با ما در برنامه حضور پیدا کردن، رئیس مهاجرین افغان ها در هندوستان هستند که ما حضورشان را به برنامه خوش آمد میگم. جناب ملکزاده صاحب سلام، وقت شما بخیر، صبح شما بخیر، خیلی خوش آمدین به برنامه. سلام و احترامات، صبح شما بخیر، سلامت و سلام برای شما و سریع شما به تمام افغان عزیز در سراسر جهان. بخیر باشین، سلامت. ملکزاده صاحب چی خوب است که در نخست از فعالیت‌های شما بشنویم. در مورد فعالیت‌هایتان بگوین که این روزها مصروف چی فعالیت‌ها هستین؟ بله، اما فراموش نشه ملکزاده صاحب که قبل از اون می‌خوایم که یک معرفت از شما حاصل بکنیم که ما و بیننده‌های عزیز با نام و با خودتان آشنا شویم. معرفی کامل البته. سلامت باشین، تشکر. اسم محمد قیس ملکزاده است، رئیس مهاجرین افغان ها در هندوستان. بسیار خوب، بسیار خوب. حالا میشه بپردازین در مورد به اینکه فعالیت شما چگونه است این روزها و مصروف چی فعالیت هستین؟ تشکر، سلامت باشین. و در این روزها فعلا ما در دفتر کاری خود هستیم و مصروف اونم کارهای مهاجرین در بخش یونیسیار و کمک‌هاشون که از طریق دیگر نهادها مثلا باشگاه‌ها میشه و یک تیم‌های ورزشی ما از طریق مهاجرین جور کردیم که یک تیم شوتینگ بال جور کردیم و یک تیم کریکت بسیار خوب قوی پاورفول جور کردیم. دیگه مصروف این فعالیت‌های ورزشی، فعالیت‌های مهاجرین در بخش یونیسیار هستیم. بسیار خوب، بسیار خوب. ملکزاده صاحب می‌خوایم در مورد به راجستر کردن تیم ملی کریکت افغانستان از شما بشنویم که در هندوستان البته چی کار را انجام دادین واقعا؟ تشکر. ما یک تیم کریکت بسیار قوی جور کردیم که یکی تیم کریکت ملی افغانستان است و ما یک تیم کریکت دیگر جور کردیم و یک تیم شوتینگ بال جور کردیم. شوتینگ بال یک ورزش است که فکر کنم در افغانستان هست یا نیست نمی‌فهمم. مثلا ما یک تیم شوتینگ بال جور کردیم که در سال 2023 ثبت فدراسیون آسیایی او را ساختیم و بعد از در سال 2023 تیم ما مسابقات در سطح آسیایی نایب قهرمان آسیا شدند که بعد از او خوشبختانه راه یافتیم در مسابقات جهانی. ما فدراسیون از طرف کمیته انسجام مهاجرین ثبت راجستر فدراسیون جهانی شوتینگ بال کردیم که خوشبختانه در مسابقات شوتینگ بال در سال 2024 که اولین بار مسابقات شوتینگ بال به سطح جهانی دایر شد که در استادیوم جواهرلال نهرو هندوستان بود در شهر دهلی و در اون مسابقات از 11 کشور جهان که انگلند بود، کانادا و چندین کشورهای دیگر بود اشتراک کرده بودند. خوشبختانه تیم شوتینگ بال ما مقام 4م در مسابقات گرفتند و تیم کریکت ما ترتیب کردیم و فعلا در صدد همی هستیم. تیم کریکت که فدراسیون هندوستان گرد داریم که او را انشاءالله که در این روزهای اخیر نو راجستر میکنیم. تیم‌های قوی داریم، ورزشکارهای خوب داریم و تیم فوتبال ما جور کردیم از طرف کمیته انسجام. ما کوشش‌ها و فعالیت‌های خود را می‌کنیم برای جوانای ما که جوانای ما مصروف ورزش باشند که هر چقدر که در ورزش رو بیارن همون کار دیگر کارهای اختلاف نگاه میشن، حفاظت میشن. ما کوشش ما دموست که ملکزاده صاحب، بله ملکزاده صاحب، شما وقتی که تیم را در هندوستان تیم کریکت را و همچنان تیم شوتینگ بال را تنظیم و ترتیب کردین، آیا با مسئولین و مقاماتی که در کابل هستند هماهنگ هستین، مشوره کردین یا آنها در جریان هستند یا خیر؟ نه خیر صاحب، هیچ کس در جریان نیست و هیچ سفارتی که ما داشتیم همراه از اونا که به تماس شدیم و حال فعلا قبلا که فرید مومنزی بود از طرف از ما هیچ سپورت نشدیم، هیچ کدام یعنی هیچ کس ما کمک نکردن و ما فکر کنم که از هیچ خود ما خودمون مگمی یک کمیته انسجام جور کردیم تقریبا 22 نفر اعضای کمیته. ما مهاجر هستیم، کدام مایه کدام کم نداریم و از طرف هیچ نهاد هیچ جای ما سپورت نمیشیم و تیمای قوی داریم. شوتینگ بال ما ببینید در سطح آسیایی نایب قهرمان شدن ولی
همون روزی که در مسابقات ما رفتیم شامل مسابقات شدیم دیگر تیم‌ها را می‌دیدیم که منظم، لباس بسیار منظم و همگیش می‌دیدیم که یک رقم قرمز پوشیدگی بسیار هم خوبش. مگم تیم ما بله. چون که ما خودمون یک مدل سپورت نداریم از این طرف سپورت نداریم، بسیار کوشش کردیم ببینید که یک رقم قرمز در پاش یکی دیگر رقم دیگر. این مشکلات را ما فعلا از هیچ خود ما پیش بردیم، تیم‌های خود را راجستر کردیم حتی به سویه جهانی که تیم ما از تیم شوتینگبال ما از فدراسیون کانادا برایشان تقدیرنامه و توقیف روان شده از اونجا دیگه. فعلا خود ما میره پیش میبریم، از هیچ نهاد ما کمک سپورت نمیشیم. بله بسیار خوب ملک زاده صاحب، ما میخوایم که با مسئولین بگوییم که امیدوار هستیم که حرفای ملک زاده صاحب را شنیده باشین و اقدام بکنین. خب ملک زاده صاحب، در مورد مسابقات جهانی شوتینگ بال افغانستان همچنان بگوین که چی نتایج و یا هم چی نتیجه هایی را در پی داشت؟ بسیار خوب، تقریبا 11 تیم کشورهای مختلف در اینجا شرکت کرده بودند که تیم ما چندین کشور شکست داد و با کشور کانادا که مسابقه کردن متاسفانه که باختن و باز هم مقام چهارم از آن خود کردن، مقام چهارم در مسابقات جهانی گرفتن و در مسابقات آسیایی نایب قهرمان مقام دوم گرفتن که کپ قهرمانی را گرفتن در مسابقات آسیایی. بله ملک زاده صاحب، امیدوار هستم که در تمام عرصه‌های زندگیتان موفق باشین و همواره و همیشه از جوانان افغانستان و جوانانی که در هندوستان مهاجر هستند حمایت بکنین. ملک زاده صاحب میشه که در مورد وضعیت مهاجرین همچنان از شما بشنویم که مهاجرین افغان در هندوستان در چگونه به سر میبرند، چگونه زندگی میکنند؟ مهاجرین افغان فعلا بسیار در یک وضعیت خوب نیستند، وضعیت اقتصادی بسیار خراب دارند. از طرف هیچ نهاد اینجا سپورت مالی نمیشن، متاسفانه که وضعیتشان خوب نیست. ولی خوشبختانه که در این سال 2023 هم سهمیه که از طرف بر سازمان ملل میدادن به خاطر ریسیتلمنت از کان مجدد که از هندوستان به کشور سوم انتقال میتن، ما از طرف کمیته انسجام بسیار دادخواهی کردیم و حتی شما شاید در جریان باشه که ما یک مظاهره کردیم 14 شب 14 روز در دان دروازه سازمان ملل که بعد از تمام قوانینشان رو چنج کردیم و حال خوشبختانه که امی پروسه ریسیتلمنت خوبتر روان است و افغانهای ما که سالهای سال به سرنوشت بودن، کارت ریفوجی نداشتن و اسایلم سیکر زندگی میکردن و تقریبا یک 300 فامیل ما داشتیم که بیخی همین دوسیه هایشان بسته شده و از طرف سازمان ملل که ما دادخواهی کردیم که خوشبختانه فعلا هیچ ما دوسیه بسته نداریم. همگیش سازمان ملل کیسایشان را ریوپن کرد و کارتای ریفوجی دادشان و اکثریتشان به کشور سوم انتقال داده شد. دیگر کارها فعلا خوبتر روانه ولی مشکلات اقتصادی دارند. تا وقتی که از یک کشور به کشور دیگر برن مشکلات زیاد هستند، مشکلات زیاد روبرو میشن. مشکلات تحصیلی داشتن که خوشبختانه ما کوشش‌های کردیم از طرف کمیته انسجام یک دو سنتر آموزشی را در مناطق مختلف جور کردیم که حتی جوانان و جوانان همگی مخصوص درس هستند و دیگر یعنی کارهایی را کردیم. انشاءالله توکل به خدا کارها فعلا خوبتر روانه ولی مشکلات اقتصادی زیاد هست. بله ملک زاده صاحب، فکر کنم که همکاران بخش تکنیک ما میگن که تصویرتان آف شد، میشه که کامرایتان روشن بکنین تا دوباره ما تصویر شما را داشته باشیم. میخوایم که در مورد اهداف و پلان هایتان در هندوستان، البته به افغان ها یا مشخصا به افغان ها در آینده چی خواهد بود؟ تشکر. سوال خوب، با مزاد کمتر مشکلات تکنیکی پیش آمد. خواهش می‌کنم. امی است که ما کوشش داریم که مهاجرینی که در هندوستان زندگی میکنن همگی یک تعیین سرنوشت شوند، به خاطر که بسیار به یک مشکلات زیاد زندگی میکنن، مشکلات صحی دارن، مشکلات اقتصادی دارن، مشکلات تحصیلی دارن و کوشش های ما همیست که ما با سازمان ملل هم که فعلا در تماس هستیم، جلساتی که داریم، کوشش ما همیست که فعلا همگی باید از هندوستان ریستلمنت شوند و به کشور سوم انتقال داده شوند هر چیز زودتر تا از این بدبختی و از این مشکلات خلاص شوند، نجات بخواهیم افغانهای ما. بله سلامت باشین همکاران عزیز. اگر وقت داشته باشیم میشه که پیام ملک زاده صاحب را همچنان داشته باشیم.
بله. ملک زاده صاحب میشه که پیام اخیرتان هم همچنان داشته باشیم. سلامت باشید. تشکر. پیام اخیر من برای تمام افغانان عزیز همین از اول خود دعا میکنیم که خداوند وطن ما را آرام و با ثبات داشته باشه که تا بتانیم ما اینمی مشکلات همین تکلیفایی را که در کشورهای دیگر بیگانه ما سپری میکنیم، همین کاری که میکنیم، همین مهنت زحمتی که میامور در وطن خود بکشیم. حالا ما در هر کشوری که باشیم، اگر در امریکا باشیم، در استرالیا باشیم، در هر جای باشیم کار میکنیم ما که مردم آباد میکنیم. ما میخواهیم که یک آبادی شه و یک آرامی در وطن ما بیاین در وطن خود کار کنیم، همون خدمت در وطن خود کنیم، همون خانه که جوریم، همون کاری که میکنیم در وطن ما باشه. امیدوار هستیم که یک صلح آرامی در وطن ما بیاید که ما پس بخیر همگی ما یک جا باشیم، در ملک خود کار کنیم، مهنت کنیم، زحمت همونجا بکشیم. بله سلامت باشین. دقیقاً حرف خیلی بجا که همه ما آرزوی ما است که در وطن ما در یک صلح سرتاسری، یک صلح پایدار تأمین شود که تمام هموطنانمون برگردن دوباره به وطن ما و خدمت بکنن و کار بکنن در وطن خود را آباد بکنیم و امیدوار هستیم. با امید یک روز حالا هم می‌خوایم که ازشون تشکری بکنیم از اینکه وقت گذاشتن. سپاس و ممنونتان ملک زاده صاحب. تشکر. سلامت باشین. سلامت باشین. تشکر از شما که وقت دادین که آواز مهاجرین هندوستان به گوش جهانیان برسانین. دیگه امیدوار هستم که از این بدبختی تمام مهاجرین به خیر نجات برسانند. ان شاء الله. سلامت باشین. تشکر از اینکه وقت گذاشتین. تشکر. سلامت باشین. سلامت باشین.